یک کلیپ آموزشی میخوام بذارم با یک حرکت بدون یک ریال خرج بهت بگم چه کار کنی که در ماشینت به این شکل وای نسته، مثل آب خوردن بسته شه. بیا نگاه، یک سکو با یک آچار تی زبانه در به پراید رو باز کن. نگاه، این قسمتش خورده شده. فیلم بیا نزدیک. این قسمت خورده شده. زبانه رو برعکس میکنه، اینجا بیا جلو، این بره عقب، یعنی دو تا پیچ رو باز میکنه، زبانه رو برعکس بسته میکنه. ادامه کلیپ نگاه کن. زمانی که پیچ اولی رو باز کردی، پیچ دومی رو شل کن. نگاه، پیچ دومی رو شل کن، زبانه رو بچرخون، پیچ اولی سر جاش درگیر کن. این موره میفته بره داخل. اگه این موره بیفته بره داخل، باید پشت شکاف بدی یا ستونای وسط رو باید کمربند باز کنی. پیچ اولی رو درگیر کن، بعد پیچ پایینی رو باز کن. وقت باز کردی جا و جا کن اینا. الان زبانه به این شکل بسته شده. قبلا اینجوری بود، الان اینجا نو سالم. باز بس نگاه کن ادامه کلیپ. وقتی زبانه ما رو بستیم، پیچا رو خیلی صفر نکن، یک کم پیچا درگیر باشه. میخوام بهت یک حرکت بگم که زبانه بالانس بشه. دستگیره در تو حالت باز شدن قرار ده، در باز بس کن. نگاه، این زبانه رو بالانس میکنه، تراز میکنه با قفل. ادامه رو نگاه، فقط درای ماشین رو نگاه، درا نگاه با لبات بازی من آقای ماله عالی شد. این آقا خودش سیم پیشی داره تو مداباد.